سلام به شما همراهان عزیز. بنده امیرحسین هستم. خیلی خوش آمدید به مجموعه نارسیس. در خدمت شما هستم با معرفی یکی دیگه از انواع گیاهان آپارتمانی زیبا و لوکس به نام دیفنباخیا. گیاه دیفنباخیا با برگ‌های پهن و زیبایش یکی از معروف‌ترین و لوکس‌ترین انواع گیاهان آپارتمانی محسوب میشه که قدرت بالایی در تصفیه هوای منزل داره. این گیاه با ارتفاع بلند و برگ‌های طرحداری که داره میتونه زیبایی قابل توجهی رو به دکوراسیون خانه و یا محل کار اضافه کنه. در کنار فواید بسیاری که این گیاه داره، باید به این نکته دقت کنیم که این گیاه یک گیاه سمی است و در صورت خورده شدن یا تماس با بدن میتونه موجب مسمومیت و بروز حساسیت بشه. حتما این گیاه رو از دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید. بریم با هم دیگه نگاهی به شرایط نگهداری گیاه دیفنباخیا بندازیم. اولین و مهمترین نکته آبیاری هستش. این گیاه به آبیاری بیش از اندازه حساس بوده، در نتیجه اجازه بدین روی خاک 2 تا 3 سانت خشک بشه، سپس آبیاری کنید. نور. بهترین نور برای نگهداری این گیاه نور غیر مستقیم متوسط تا زیاده. رطوبت. دیفنباخیا جزء گیاهان رطوبت دوست محسوب میشه و به رطوبت 80 تا 90% نیاز داره که میتونیم با غبارباشی و ساخت جزیره این رطوبت رو تامین کنیم. بهترین بازه دمایی برای نگهداری گیاه دیفنباخیا بازه دمایی 18 تا 30 درجه سانتیگراده. از شما دوستان عزیز متشکرم که تو این پست آموزشی همراه بنده بودین. زندگیتون سرشار از شادی و سرسبزی. خدا نگهدار.